یو گایز چطورید بچه ها؟ فادیه هستم. خوش اومدید به یک ویدیو جدید و ویدیویی که بهتون قول داده بودم. اومدیم با ویدیوی آموزش اینکه چطور در FC24 کریر مود خودتون رو داشته باشید. امیدوارم نکاتی که داخل این ویدیو میگم خیلی براتون مفید باشه و بتونید از این نکات استفاده بکنید. گفتم قبل اینکه بریم سراغ کریر خودمون یه آموزش کریر مود بذارم که شما هم بدونید چجوری کریر خودتون رو بسازین و بتونید از این بازی لذت ببرید. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک ویدیو یادتون نره، یه کامنت پر انرژی بذارید و چنلمو ساب بکنید و زنگوله بغلش رو فعال بکنید که نوتیفیکیشن های ویدیو براتون بیاد. دوستتون دارم. بریم سراغ این ویدیو جذاب و خفن. لیتس گو. خب رفقا، اومدیم با هم دیگه که ببینیم چطور میتونیم منیجر کریر خودمون رو داشته باشیم. وقتی که شما وارد بازی میشید، منوی اصلی بازی رو شما اینجا دارید میبینید که یورو 2024 از کیکاف، منیجر کریر، التیمیت، پلیر کریر، کلاب، ولتا، فلان و هزار تا حرف دیگه که ما با منیجر کریر کار داریم. رفقا، منیجر کریر و پلیر کریر از همدیگه جدا شدن و فکر کنم با اون اطلاعاتی که من جمع کردم داخل فیفا 23 انگار داخل یه بخشن ولی بخش جداگانه، یعنی داخل یک گزینه هستن ولی پلیر کریر کلا یه موضوع جدا داره، منیجر کریر هم یه موضوع جداگانه. وقتی شما روی منیجر کریر کلیک کنین، اگر کسی کریری داشته باشه یا کریری رو داشت انجام میداد یه دفعه دیگه نمیدونه کجا رفتش، اینجا براتون میاره. الان من یه کریر دارم، کریر لیورپول هستش، اینجا برام میاره نوشته کانتینیو منیجر کریر. یعنی چی؟ یعنی میتونی بری کریر قدیمیت رو ادامه بدی. ولی ما نمیخوایم، ما میخوایم بزنیم نیو منیجر کریر. یعنی چی؟ یعنی یه منیجر کریر جدید رو با هم آغاز بکنیم. روی این گزینه کلیک میکنیم، صبر میکنیم. وقتی که این گزینه براتون اومد، اولیش منظور بر اینه که اگر تیمای شما در FC24 بروزرسانی نیستن، مثلا امباپه تو رئال نیست یا نیمار تو الهلال نیست یا مثلا رونالدو داخل النصر نیست، اینها رو اگر شما به اینترنت کنسولتون وصل باشه، اون گزینه بالای اولی که الان من نمیتونم بزنم، این گزینه رو وقتی شما بزنید میتونه این کار براتون انجام بده، همه تیماتون رو بروزرسانی کنه. ولی من چون همه تیمام بروزه نیازی به این گزینه ندارم. روی گزینه دومش کلیک میکنم، این بخش برای من باز میشه. اولی نوشته کرید نیو منیجر کریر. یعنی چی؟ یعنی یه منیجر رو خودت بساز. یعنی چی؟ یعنی از سر تا پا، از چهره و مو و صورت گرفته تا شلوار و کفش و جوراب. ما اینو نمیخوایم، اینو ایشالا یه بخش بعدی دیگه توضیح میدم و یه ویدیو خیلی جداگانه میخوام ازش بسازم، البته اگه پیشنهادات زیاد باشه و حتی استقبال. ما با این گزینه کار داریم، پلی از ریل منیجر کریر. یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط با اون مربی اون باشگاه بریم داخل منیجر کریرمون. یعنی چی؟ یعنی مثلا مربی باشگاه منچستر سیتی پپ گواردیولا، بله، پس ما همون منیجر رو انتخاب میکنیم و میریم سرمربیگری باشگاه خودمون رو میکنیم که ما رو این گزینه اگر کلیک بکنیم، اینجا سرمربی همه تیم‌ها رو میاره: آرسنال، چلسی، تاتنهام، وستهم، برایتفورد، لیورپول، منچستر سیتی که پپ گواردیولا رو گفتم، منچستر یونایتد. حالا ما رو همه پپ گواردیولا میزنیم. وقتی که شما روی این منیجر خودتون کلیک کردین، اون پایین دو تا گزینه است: ادوانس و چنج. حالا بعدش نمیتونم بخونم، شما میدونید، حالا بهتون توضیح میدم. ادوانس اگه بزنی همه چی یعنی اوکیه، من میخوام برم ادامه کارو انجام بدم. ولی اگه روی این چنج بزنی، الان من روش کلیک میکنم، شما میتونی از لباس و شلوار گرفته تا کفش و جوراب و خیلی چیزای دیگه این مربی رو عوض بکنی. برای مثال اگه من بخوام عوض بکنم، من مثلا این چیز لباس قرمز، لباس زیر قرمز میپوشم، میام اینجا تنوع کت شلوارش خیلی زیاده، مثلا همین کت شلوار رو میپوشم که لوگوی خود تیمم روش باشه. مثلا شلوار چی میخوام بپوشم؟ یه شلوار مشکی خوب، مثلا این شلوار رو انتخاب میکنم. میام مثلا کراوات میتونی بذاری یا نه، بعضی کت شلوار کراوات نمیخوره، بعضیا میخوره. الان اینجا من نمیتونم کراوات بزنم. جورابم که همون ساک هستش، اینجا سفید است، مشکی، آبی، سبز، زرد و رد، حالا همون قرمز. حالا ما هم سفید میذاریم بمونه. داخل بخش کفشا زیاد تنوع زیادی نداره، کفش خیلی ناراحت کننده است. من انتظار داشتم کفش خیلی جالبتری می بود، ولی من خودم به شخصه یا این یا این یا این یا این و یا این استفاده میکنم. یعنی کتونیای خیلی جالبشه.
از نظر من، که من بیشتر یا سفید میذارم یا سرمه‌ای میذارم یا بلک میذارم، که حالا الان سفید میذاریم. اینجا هم هیچی رو نمیتونی دست بزنی چون ملیتش معلومه، فرست نیم و لست نیمش هم معلومه، فقط شما میتونی لباسش رو دستکاری کنی. وقتی ادوانس رو بزنی میره داخل این بخش، کلاب شما هستش، باشگاهتون منچستر سیتی، کیت های منچستر سیتی، بودجه باشگاهتون و اینا هم جاهایی هستش، یا بهتره بگم این یه تیکه گزینه‌هایی هستش که باشگاه بر اونها خیلی خیلی تمرکز بیشتری داره. لو به معنای متعادل، نه زیاد بهش اهمیت میدم نه زیاد بهش اهمیت نمیدن. very low که اینجا هستش یعنی اصلا اهمیت نمیدن، یعنی مهم نیست براشون اصلا چیکار داری میکنی یا نه. این سه تا گزینه یعنی خیلی 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 اهمیت میدن، یعنی یکی از فوکوس های باشگاه یا فدراسیونتون همین سه تا گزینه است. اگر شما دوست داشته باشید با همین تیم برین سر که منیجر خودتون، کریر خودتون، ادوانس رو میزنید. اگر دوست ندارید، مثلا دوست دارید با پپ گواردیولا برید مثلا مربی رئال مادرید بشید، بعد بزنید چنج تیم. اگر نه دوست دارید با پپ گواردیولا یه باشگاه تأسیس کنید، باید بزنید کریت یور کلاب. حالا برای مثال ما همین ادوانس رو میزنیم، ما دو تا گزینه رو کار نداریم. ادوانس رو که بزنی اینجا برات باز میشه، ستینگ خود بازیه، اینجا میگه تو چه سطحی بازی میکنی، اینجا میگه تایم بازی ها چقدر باشه، اینجا هم میگه که بودجه که بهت میدیم چطوری باشه، اینجا میگه آیا میخوای داخل کاپ های لالیگا، چمپیونز لیگ و اینا شرکت کنی. اینجا در مورد نقل و انتقالات صحبت میکنه، اینجا در مورد اینکه اگر مربی خوبی بودی دوست داری از جای دیگه هم برات درخواست مربیگری بیاد یا نه. این رو من نمیدونم متاسفانه. اگر شما ادوانس رو بزنید میره و وارد منیجر کریرتون میشه و شما یک کریر جداگانه برای خودتون دارید. اگر نزنید و بک رو بزنید، خب دیگه دوباره از اول 200 باید بچینید و من میخوام سلکت کنم و ادوانس رو بزنم و خوش اومدید به منیجر کریر با پپ گواردیولا با تیم منچستر سیتی. خیلی راحت، خیلی ایزی یک کریر برای خودتون میسازید. حالا این قسمت خیلی خیلی قسمت مهمی، کسایی که خیلی براشون مهمه سیو بازیشون نپره، بدبخت نشن، اینجا رو خوب دقت بکنن. این قسمت اگر ببینید بالا نوشته سیو، درسته، سیو به معنای اینه که بازیتون موندگار باشه. من این دوتا رو کار نداریم، یه فواد بولد سیو کردم، میخوام اینو دیلیت بزنم که دیلیتش رو انجام میدم. شما میخوایم بزنید 1 2 مثلا 3 4 5 6 یا همچین چیزایی، یا اگر نه مثلا یه اسم میخواین انتخاب کنید، مثلا میخوایم بنویسین چی، مثلا بزنم مثلا میخوایم بنویسین KH مثلا برای منیجر کریر، مثلا مینویسین KH یا مثلا JN مثلا، همچین اسمایی باید بذارید که یک یادتون نره و دوم همیشه رون اسم ها منیجر کریرتون رو سیو بکنید. من مثلا میزنم چه میدونم آرتی، مثلا داون رو میزنم و اینجا نوشت ویلکم تو د کلاب. اینجا باید یه سری تاکتیک بچینید و مربی استخدام کنید تا بازیکناتون بیشتر برن بالا. نگران سیف شدن نباشید چون سیف شده، ولی برای اطمینان بیشتر، حالا من اینو کار ندارم، یک که خوش اومدید به منیجر کریر، دوم برای اینکه بهتر و خیلی عمیق‌تر و خیلی با اطمینان‌تر بخواید برید از این بازی بیرون، روی حالا آربی کلیک میکنید و این ته نوشته سیو گیم. شما روی این که کلیک کنید دوباره هم اینجا میتونید سیو کنید که من این کار رو انجام میدم. اینجا دیگه 100% بازیتون سیو شده، یعنی هیچ جوره نیستش که بازیتون سیو نشه. اگر شما فکر کردید که بازیتون سیو نشد، دوباره میای رو منوی اصلی بازی، اینجا نوشته لود منیجر کریر، روی این که کلیک بکنید یه لحظه وای میستید و اینجا نگاه کنید برای من آرتی اومده و من اگر روش کلیک بکنم میره داخل منیجر کریر منچستر سیتی رو. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید، یه چیزی یاد گرفته باشید و خیلی ویدیوی من براتون کاربردی باشه. دم تک تکتون گرم. بچه‌ها حتما داخل نظرسنجی شرکت کنید چون نظرسنجی رو گذاشتم.
و برید. تیما رو بهتون نمیگم، 2 تا تیم گذاشتم، هر کدوم که بهتر دوست دارید بریم برای نجاتش و یک فصل با اون تیم بازی بکنیم، داخل کامنت ها و یا داخل نظرسنجی بهم بگید. دم تک تکتون گرم، میبینمتون تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدا نگهدار.